اینها کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیه واسه روزهای استراحتی برای به‌طلب جمع‌آوری حاصل پخته اشتراکچیان حشر عمومی ناحیوی هستند. در صف رئیس ناحیه، جانشینان او، راهبران و کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیه همه با مسئولیت پخته می‌چینند. اشتراکچیان حشر خوب درک می‌نمایند که پخته‌کاری یکی از ساحه‌های مهم کشاورزی به حساب رفته رشد آن برای تامین بخش صنعت سبک با اشیاء خام، تشکیل جای‌های کاری و تقویت اقتصادیات کشور نقش کلیدی دارد. در قطار 19 شهر و ناحیه پخته‌کار ولایت ختلان در جمع‌آوری حاصل پخته در این روزها حشرچیان واسگی هم سهم ارزشمند می‌گذارند. زیاده از 500 نفر کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیوی بهر کمک دهقانان در این زمین پخته‌زار آمدند و کوشش نموده ایستادند که سری وقت حاصل پخته را جمع‌آوری نمایند. مقصد داریم که با دستور به واسطه رئیس ولایت ختلان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه واسه جهت رسانیدن کمک به انامین دهقانان اصیل که امروز در زمین پخته به نهایت فراوان است و آنها را دستگیری کنیم و هر هفته روزهای شنبه یک شنبه در روزهای استراحتی به آنها کمک خود را رسانیم. کشاورزان ناحیه برای به‌طلب جمع‌آوری نمودن حاصل طلای سفید از تمام واسطه امکانیت‌ها ثمرناک استفاده می‌برند. در خوجگی دهقانی به نام الهام که این روز حشرچیان در زمین‌های همین خوجگی پخته چیدند، در مساحت 16 هکتار حاصل پخته فراوان شکفته منتظر چیدن است. تبر رهبریت خوجگی اطلاع دادند از همین قدر میدان زمین پخته‌زار تا امروز خوجگی داران به قدر 20 سنتیمتر پخته جمع‌آوری نمودند. در میدان‌های پخته‌زار باشد همان حاصل فراوان است. اطلاع داده شد که این موفقیت دهقانان در موسم مثال از آن بود که خوجگیداران با راه اندازی تدبیرهای علاوگی کارکرد اگروتکنیکی زراعت، استفاده تخمه‌های خوشصفت محلی و خارجی به نشان دهنده‌های بلند استحصالی از جمله در سمت جمع‌آوری حاصل پخته نائل گردیدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.